بچه‌ها کدوم انسان آزاده‌ایه که الان حالش خراب نباشه، از این همه جان عزیزی که گرفته شده غمناک نباشه، از این همه اعداد و ارقامی که داره لحظه به لحظه عددش بالاتر میره در شوک و بهت فرو نرفته باشه؟ کیه که الان داغ دنیا، داغ عالم رو دلش نباشه ولی الان هنوز وقت نشستن و غم و غصه خوردن نیست؟ غم داشته باشین ولی غمتون رو تبدیل به خشم کنید، خشمتون رو تبدیل به فریاد بکنید، فریادتون رو تبدیل به هر چیزی که فکر می‌کنید بکنید. یه پست توی سوشال میدیا، یه لایک، یه ریپوست، یه شیر، یه باز کردن اکانت اگه تا حالا هیچ وقت توی توییتر فعال نبودین، اگه تا حالا توی اینستاگرام فعال نبودین، الان وقتشه پست درست بکنین. پست نمیتونین درست بکنین، وقت ندارین، هر چیز دیگه ای بلد نیستین، ریپوست بکنین، شیر بکنین، یه کامنتی رو، یه چیزی رو، فقط شده در حد یه جمله هم که شده انگلیسی بنویسین. این همه الان بچه‌ها کامنت نوشتن، به من پیغام بزنین، من براتون 1000 تا چیز میفرستم. اینا رو فقط به این تنها کاری که دیگه کمترین کاری که از دستتون برمیاد اینه که اینا رو زیر پست‌های مهم، زیر توییت‌های مهم آدم‌های مهم و کلیدی فقط کپی پیست بکنید. همین، یعنی تنها کاری که میتونید بکنید اینه. برین تظاهرات، برین فریاد بزنید، سوشال میدیا رو پر بکنید، دست کمش نگیرین. امروز این خبرنگار کنگره مرضی حسینی میگفت که 5 روز پیش یکی از سناتورها که باهاش مصاحبه کرده بوده گفته بوده که نه ما قصد مداخله نداریم. امروز 180 درجه حرفش عوض شده بوده و گفته بوده وقتش که برسه ما همون اکشن لازم رو انجام میدیم. اینا همش به خاطر قدرت سوشال میدیاست، به خاطر اینه که بلند کردیم صدامونو. الان وقت غم و غصه خوردن نیست، الان جنگ هنوز ادامه داره. مطمئن باشین این همه آدمی که از ما کشته شده خونشون نباید پایمال بشه. الان اگه هیچی نگیم، الان اگه بشینیم، الان اگه فقط غم و غصه بخوریم، کاری جز پایمال کردن خون اونا نکردیم، کاری جز خیانت نکردیم. وقت نشستن نیست، وقت دست رو دست گذاشتن نیست. من کار زندگیمو گذاشتم زمین، هیچ منتی هم سر کسی ندارم اصلا، یعنی خودم از جون و دل دوست دارم. یعنی این تنها کاریه که میتونم بکنم که فقط تو سوشال میدیا فعال باشم، چون دستم به جای دیگه من نیست. فقط اگه پتیشن درست حسابی یه ساین بکنم، اگه ایمیل درست حسابی یه بفرستم، با اکانت‌های مختلفم توی پلتفرم‌های مختلف فعالیت بکنم، هر جوری که میشه، فیسبوک، یوتیوب، تیک تاک، اینستاگرام، توییتر، این ثريدز که مال اینستاگرامه، این پلتفرم خود ترامپ اسمش هم بلد نیستم دقیقاً، تروس چیه توی این فعالیت بکنید. تو رو خدا جون عزیزاتون، جون هر کسی که براتون مهمه، چون اون بچه‌ها، اون آدم‌ها، پیر و جوون فرقی ندارن. خواهر ما بودن، پدر مادرای ما بودن، بچه‌های ما بودن. ما باید صداشون باشیم. هنوز وقت نشستن نیست، باید ادامه بدیم.